به آقا سلام و درود. اومدیم با یه گیم جدید. اسم گیم چیه؟ استامبل گایز. خیلی شبیه فال گایزه، فقط روی گوشیه و اینکه خیلی گیم شناخته شده نیست. بریم ببینیم چجوریه. خب اول که تو لابیم جوین میدیم به یک عزیزانی، ببینیم که چی میفته. ببین اینجا یه سری مینی گیم رندوم بود که رندوم از بینش میافته. یه گیمی به ما میخوره. ببینیم که سوروایوال دیگه، لیزری اوید اوید لازاروس بود اگه اشتباه نکنم. آها ببین حاجی، اوید لیزرز الان خوندم. بله لازاروس. خب ولش مهم نیست. اوید لیزرز. خب ببین اینجا این که تابلوه، میتونیم مرحله اول رو رد کنیم. این گیم کلا 3 رانده تا وینر برسیم. 32 نفریم در کل. هر راند نصف افراد حذف میشه. اینترنت اگر بدقل قاضی در نیاره. خب این کوالیفای شدیم و راند اول واجد شرایط رد کردیم. الان نصف افراد حذف شدن. حالا میرسیم به گیم دوم. اینجا باز دوباره رندوم یه گیمی میافته، ریسینگ نباشه. خب خوبه، اینم سوروایوال، اینم میمونیم. این گیم خب یک چیز یه سری ها خیلی نادونن سر این گیم. من نمیدونم چرا الان زود میخوان شروع کنم پریدن. میبینی و هنوز دارن این همه بیتابی میکنن. یعنی اصلا شما تا تایش رو همین قایق وایسی میبری از من. اصلا لازم به این جکی جان بازی میگی پرید اون پایین. الان حذف میشه مگر این بازی رو بلد باشه. دیدی حذف شد. پرام ما اشتباه بودیم. خوبش کنم باید چند تا از این دارو مگه هست اسمش. حاجی لحظه وای حاجی من داشتم گند میزدم تو این پریدنی ها. خیلی لازم فیلتر ازش. لحظه آخر یکی زودتر از من حذف شد و ما به راند آخر رسیدیم. خب باز دوباره همونه که حالا این راند میتونیم که ثابت کنیم که میتونیم جزو 5 تای اول باشیم یا جزو 4 تای اول. ما الان تا آخرین لحظه که باید اینجا بایستیم. ببینیم اول کی حذف میشه یا شاید هم حذف نمیشه. ببین حالا ما این لبه آماده باید میشیم که هر لحظه لازم شد بپریم دیگه. یک نفر حذف کرده خودشو تا الان. بپر که وای باجی باز همون اتفاق افتاد، فقط یه ذره متفاوت. خب اینم کلیم کنیم رواردمون رو. بایستا تانت داد. بس نه اینجا نیست. به محمد شد و مجدد دوباره تانت بود. به جای ها اضافهش میکنیم. تانت لیجند داره. دو تا تانت ریر داریم. یک یه جوری مثل دنس خودمونه، فقط اینجا 2 مدل دنس داریم. یه دونه وقتی که اونجا مثلا اونه که حذف میشن رو نشون میده میان. یه دونه میتونیم تو بازی بزنیم. این از تو بازی ها. خب بذار یک ذره چالنجینگ کنیم. ببین من اگر این را نتونم که ترفند خودم رو به جا بذارم و جز 5 تا یا 4 تا یا 4 تا اول نشم بذار سخت بشه. جز 4 تا اول نشم چیزی بدی آورده چی من جز 30 تا اولم نمیشم با این گیمی که این آورد. خب ببین
اگر جز به 4 تا اول نشم میرم یک چالنجی رو استارت میکنم. خوبه بزن پشتم رو زودتر برسیم. خب ببین من اینجا پیش بینی میکنم که بعدش به ما تلسکوپ میده. خب برای همین خودم رو زودتر به تلسکوپ میرسونم که وقتی داد در اولین ثانیه دریافت کنم. اینجا رو جایگاه تلسکوپ باید. ببین این یارو هم داره پیش بینی میکنه تلسکوپ بیاد اومده اینجا پیش من. یه سری اون که اونجا هن پیش بینی کردن پیش بینی کردن گیتار میاد رفتن اونجا. به توپ فوتبال در پرفاصله ترین نقطه از کره زمین. این یارو سندرم ترکونده مهم نیست. ما میریم برای ما حرکت خودمون رو به اجرا میذاریم، تلاش خودمون رو اعمال میکنیم. این سریعتر به این جلومالویی ها برس. برو. خب من رسوندم برای بذار دنس جدیدم رو بزنیم. من فکر کنم یکی دیگه هم بیاد چون راند اولی ممکنه 3 تا اندازه. من به نظرم یکی دیگه هم بیاد. دیدم تا حالا. آره خب بعد گند زدیم دوباره پیش بینیمون خوبه که خیلی نرفته بودم دورشم چون الان 3 تا بیشتر نمیخواد از داستان میشه. اینجا وای اشتباه که حواسم نبود به سیستم آب و هوایی اینجا حواسم. حاجی چه جوری ممکنه خوش شد در همون رز دریاچه. خب دیگه عمرن دیگه وای حاجی اینترنت خوبه دیگه نمیاد دیگه مینیگیم نمیاد دیگه چیزی نمیخواد بطن امکان نداره. بیشتر از 3 تا رو ندیدم تو زندگیم. مطمئن تو اسخن میکنم. آره دیدی دقیقا بیشتر از 3 تا دیگه عمرم بیاره. کمیاب خیلی من که ندیدم. تو خدا سروایوال بنداز. گیم قبلی خیلی آشکار بود چون شانس آوردیم. خوبه این خوبه. اینو ما رد میکنیم راحت. اینو راحت. این ترفندی که ما میزنیم چیه؟ ما همینجا در جوای میسیم تا به زیرین ترین طبقات ممکن نفوذ کنیم. از تو خالی میکنیم دیگه. ببین میدونست عوضی و اینجا همه گرگن. زود خالی کردن هر کی بیفته سریع الیمینیت میشه. خطرناکی تو چقدر خطرناکی. وای دستش. دقیقا نباید وای میستادم تا اینا رو بگیرم. باید میرفتم تا یارو زیرمون رو خالی چی میگم راه مسیرمون رو داغون نکرده برسم بهش. خب آقا ما میریم اینجا یک دونه داره بریم رندوم هم هستش. 20 تا نداشتم وگرنه دیوونه بودم که بیام چیز کنم. پانچ آپالوز آپالوزا چه عجیب. خب ببینیم که چی میاد. چرا یه احساس غریزی دارم که اشتباه خوندم. پانچش که کاملا تابلوه. آپالوزا شاید نیست. با شاور. خب این راحته. اگر باره این البته اینجا همه بوکسور تشریف دارن. همه ایموت بوکس دارن. پدرمون رو در بیارن. نسبی البته. ظاهرا شانس داریم. ایموت بوکس نایمده زیاد. جوین ندادن. وای میبینی اینجا خیلی بوکسور هست. زودتر در رو بوکس وای حاجی دیدی زدیم یارو پرد شد با این. من اصلا دوست ندارم با این بوکسورا رفاقت کنم.
شما من دنس خودم میزنم نونو ماست خودم میکنم داره دیر میشه اینجا همه بوکس دارم. راند اول رو امیدوارم که رد کنیم. خوبه راند اول رو رد کردیم. من که جمعای عزیزم رو تازه خرج کرده بودم یک ذره از دست میدم. اگر راند دوم زود حذف شم خیلی بد میشه. باید به راند 3 برسم. خوبه این رو ببین، این بازی خوبه. اونجا عوضی ها خیلی حرفه‌ای بودن، کارم هم خراب کردن. اینجا دیگه نه، اینجا ما کار همه رو خراب میکنیم. وای ترسیدم حاجی، نزدیک باز دوباره هولشم گنده کاری بالا بیارم. وای عوضی حقت بود، شما رو به فنا میدی با هم دیگه. وای عوضی وای شانس آوردم. دیدی یارو ایوان رو توپ والیبال زد، خب میخواست بپره این رو من بگیره، بپره یعنی جایی که من بودم. بعد این موتی که زد باعث شد که به جای که بیفتم بالا بخوره به هر ستاش، همزمان برخورد کنه، هر ستاش با هم بره رو هوا. اگر هضم نشده بود ما هضم میشدیم. خب خوبه ببین الان که رسیدیم بلاکتش دیگه عمرن من ببازم زود. بلاکتش حرفه‌ای ام، سروایوال هم هست، خیلی خوبه. بلاکتش رو هستم. یعنی مشتی ها باز اینجا خیلی خطرناکه. بلاکتش رو خوبه. یکی آلردی حذف شده، ما جزو چند تایی اول. نمیچرخه تصویر، نمیچرخه تخب چرخی حالا با اینترنت نه خوبه. باشی شانس آوردیم و تصویر نمیچرخید، داشتیم به فنا میرفتیم. وای حاجی میتونستم راحت ردش کنم، همون وسط وایساده بودم میخواستم بپرم ردش کنم. بایستا چقدر جمعمون رو الان پس میدی؟ 10 تا خوبه هرچه خرج کردیم و پس گرفتیم. به این میگم 2 سر برد. خوبه ما اینجا یک سری پوینت هم داریم، بذار خرج کنیم. سوپر ویل بزنیم. خب چقدر زود شد 52 تا برام. بذار بریم تو میشن و این داستان برام بگیریم. ببینم بعدی چی میده. نه هیچ چیز جذابی زیاد نیستش. اینو باید بگیرم آجی. 50 تا جم میده. 20 تا از اون یارو تیکه های چی میگم تیکه های کاراکتر میده. نمیتونم ببینم چه کاراکتری، فکر کنم چیزه دشره، نمیدونم همین سیزن اومد من نمیشناسم. یک دونه دنس هم میده که معلوم نیست اصلا کامنه، فکر کنم نمیدونم. آخه منطقی نیست که قبلش دنس تانت لژندری بده بعدش به تانت کامن بده، که عجیبه. خلاص حالا میگیرمش من راحت تو 3 روز که خیلی راحته. همین الان فقط یه دونه مونده، یه ذره مونده، 300 تا مونده. 2 روز من این همه موردم بالا. آقا مچ آخره به پوش دارن که 300 جهان و رسیدن به لوکال. خوب است. خب آقا دست آخره و ببینیم که چه میشه. امیدوارم یه گیم خوب بزنیم. خوبه لیزر ترکر ها خوبه، چیز خوبیه. آخه جی من اول رو قطعا رد میکنم.
راند دوم بستگی داره چی بندازه، ولی 90% هرچی بندازه رد. اینجا نیاز داشتم که چیزم بخورم، شیرجم بزنم، چون که داشتیم میرفتیم تو لیزر. ترسیدم یک لحظه. نه یکی الیمینیت شد. خوبه. ببین ما الان رسیدیم راند رو. خدا رو شکر بازی بدی نبود. ببینیم این چه گیمیه. خب اینم راحته. وایسیم دیگه، فکر نکنم نیاز باشه بریم رو باشگاه ها این سری. خوبه. دنس جدید. احسنت. باید ببینم کدوم طرف بیشتر میرن. این طرف میرن مهم نیست. چس رویال. احسن درستی ایونت کلش رویال جدید اومده، شاید بذارم. خب احسن دیگه لازم نبوده کشتی پیاده شیم. اینایی که عجله کردن قطعا مردن، اونایی که رو کشتی بودن مثل ما موندن. ما الان فقط نیاز داریم که ببینیم که اوه به گیم خوبی است دیگه، فقط دوباره اونجوری نشه. وای حاجی هول داشتم هول میشم، دیدی دوباره داشتم هول میشم. دقیقا همون چیزی که نباید اتفاق بیفته. وای هول ندین. هول داره. بعد من افتادم پایین، بعد دوباره هول شدم، گفتم الان زیر پام خالی میشه. بعد رفتم به جایی که زیر پام خالی بود. بسیار عالی. پرتقالی. ببینم یک دونه دیگه میتونیم بزنیم. بزن این سوپر دو رو اصلا نزدم یه بارم، چون که میخوام اگر قراره تیکه جمع کنم یه سوپر ویل بزنم که یک روزی یا در بتونم اینا رو راحت تر باز کنم. 2 تا از این زئوسه زدم، نداد دیگه نامرد. حالا که اینطور شد ما یک دست دیگه با این اسکین میریم و دست آخر دیگه جدی. خب برای دوستانی که حرکت الان وقت داریم توضیح بدم، اگر فیلم نمی کنید چنل گیمینگ قطعا وقتی گیم های عجیب میذارم هنی گیم عجیب گذاشتم که ناشناخته است. فعلا توی چنل 4 مدل گیم میذاریم، کال آف هست و کلش رویال و ماینکرافت و گیم های موبایلیه. شاید گیم کنسولی هم نمیدونم یه روز جور شد. و اینکه کلا کانتنت های مختلف داریم، یک چیز رو پلی نمیگیم. وقتی که ببینم عوضی داریم یا نه. اینجا هرکی هول بده آدم عوضیه. من دارم هی هول داده میشم. یکم اون لامه ها مشت میندازه. در اونجایی که خلوته همیشه بهتره. وای حاجی وای دیگه داشت چی میشد. نزدیک بود. نه انداز هول نده بسار هول نده. چه آدم بیشوری پیدا میشه. احسن. اینجوری هم مثل کلاش رویال قراره که بهتر
تر کنم چیزم، چون بعد از مدت ها دوباره دارم بازی میکنم. البته اگه هفته میشه اینطور باشه یه ذره بیشتر، ولی خیلی نمیام. این یارو ایونترم دارم میزنم که چیزشو بگیرم. مرسی که تماشا کردین، همراهی کردین. اگر نکردین هم باز هم نمیبینید اینجا رو، و اینکه مراقبت کنید دیگه. چی بگم، قطعا باز هم از این گیم البته خواهیم گذاشت.